سلام به شما. امروز میریم سراغ یکی از شخصیت‌های واقعاً گیج کننده و خب باید بگم جذاب ادبیات قرن 20. مورسو، شخصیت اصلی بیگانه آلبرت کامو. دقیقاً. مورسو منابرمون هم بخشایی از خود رمانه، یه مقدمه در مورد زندگی و نگاه کامو و به خصوص تحلیل ژان پل سارتر رو که خیلی جالبه. آره، تحلیل سارتر واقعا کمک میکنه بفهمیم قضیه چیه. هدفمون اینه که با هم یه سفری بکنیم به دنیای این مرد بظاهر بی احساس. ببینیم این مفهوم کلیدی پوچی که کامو ازش حرف میزنه یعنی چی واقعا؟ و سوال اصلی هم همینه دیگه، چطور میشه با کسی همزاد پنداری کرد که خب فردای مرگ مادرش میره شنا، میره سینما فیلم کمدی میبینه؟ آره، یا وقتی ازش میپرسن عاشق شده میگه فکر نکنم یا برام فرقی نمیکنه. و بعدش هم اون قتل مرد عرب که میگه به خاطر آفتاب بوده. یعنی ببین همین جاست که کامو و خب سارترم ما رو به چالش میکشن که یه جور دیگه نگاه کنیم، فراتر از این قضاوت‌های معمولی اجتماعی. درسته. بیایید از خود کامو شروع کنیم، نویسنده‌ای که تو الجزایر بزرگ شد. بله، شمال آفریقا. و این تجربه فقط یه پس‌زمینه ساده نیست تو کاراش. نه اصلاً، یه نیروی فعاله. تو همین بیگانه اون آفتاب سوزان. آفتاب نقش کلیدی داره. آره، فقط آب و هوا نیست. انگار یه شخصیت تقریباً که رو کارهای مورسو تأثیر مستقیم میذاره. دقیقاً. این حس غرق شدن تو دنیای فیزیکی، این بی‌تفاوتی جهان اطراف، اینا پایه‌های همون مفهوم پوچیه که میگیم. پوچی اونطور که کامو مثلا تو افسانه سیزیف هم میگه، یعنی همین رویارویی دیگه، انسان دنبال معنا میگرده ولی جهان ساکته، بی‌تفاوت، بی‌معنا. و مورسو این پوچی رو زندگی میکنه بدون نقاب. آره، برای همین تو تشییع جنازه مادرش گریه نمیکنه. نه که سنگ دل باشه لزوما، فقط اون لحظه اون حس رو نداره. تظاهر هم نمیکنه. و این عدم تظاهر رو همه جا میبینیم. تو رابطش با ماری. آره، وقتی ماری از عشق میپرسه، جوابش خیلی صادقانه است، فکر نمیکنم. که البته برای ماری شاید خیلی خوشایند نباشه. معلومه که نیست، ولی برای کامو انگار این صداقت هر چقدر بیرحمانه یه جور ارزش محسوب میشه. مورسو تو لحظه حال زندگی میکنه. بر اساس حسای فیزیکی، تجربه‌های آنی، نه قراردادهای اجتماعی یا امید به آینده و این چیزا. و همین نگاهش قضیه قتل رو هم پیچیده میکنه. انگیزش چیه واقعا؟ خودش هم میدونه انگار. میگه فشار آفتاب بود، نور خنجر بود، گرما بود. انگار کنترلی نداشته. یه واکنش بوده بیشتر. یه واکنش ناخودآگاه به این فشار بیرونی. یه همچین چیزی. اینجا تحلیل سارتر خیلی به درد میخوره. سارتر میگه مورسو نماینده انسان مدرنه. تو جهانی که دیگه خدا یا ارزشی ثابتی وجود نداره، خب باید با این آزادی و بی‌معنایی کنار بیاد. حالا میرسیم به بخش تکان دهنده ترش. محاکمه. آره، محاکمه مورسو. انگار اصلا خود قتل مهم نیست برای دادگاه. بیشتر میخوان خود مورسو رو محاکمه کنن. این بیگانه بودنش رو. دقیقاً. دادستان هی برمیگرده به رفتار مورسو بعد از مرگ مادرش. چرا گریه نکردی؟ چرا رفتی شنا؟ چرا قهوه خوردی، سیگار کشیدی تو اون شب دعا و اینها. جرم اصلیش انگار اینه که قواعد نانوشته بازی اجتماعی رو رعایت نکرده. حاضر نیست تظاهر کنه به احساسی که نداره. و این برای جامعه‌ای که اساسش روی همین تظاهرها و قراردادهاست قابل تحمل نیست. انگار با این صداقتش پوچی اون قراردادها رو برملا میکنه. بله، و برای همین یه تهدیده. وجودش انگار یادآوری میکنه که یه بی‌معنایی اون زیر هست که همه سعی میکنن نادیدش بگیرن. تا جایی که حتی ربطش میدن به یه پرونده پدرکشی. که یعنی دیگه نهایت تلاش برای شیطانی نشون دادن کسی که فقط فرق داره. جالبه که سبک نوشتن خود رمان هم همینو نشون میده. آره، اون جمله‌های کوتاه، خبری، بدون آب و تاب احساسی، فقط خود واقعه و حس فیزیکی. شبیه همینگویی که تو تحلیلا هم میگن. بی‌دلیل نیست این شباهت. انگار هر دو میخوان جهانو همون جوری که هست بدون قضاوت اضافی نشون بدن. همونطور که مورسو تجربه میکنه. و اوجش اون رویاروی آخر با کشیشه. آره، اونجا دیگه منفجر میشه انگار. با قدرت تمام اون تسلیه دینی و امید به دنیای دیگر رو رد میکنه. و به جاش چی رو قبول میکنه؟ بی‌تفاوتی لطیف جهان. دقیقاً. این پذیرش کامل پوچیه و جالبه که تو همین پذیرش یه جور آزادی و حتی خوشبختی پیدا میکنه. سفرش کامل میشه. دیگه بیگانه نیست با حقیقت جهان. یکی شده باهاش. خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم،
بیگانه فقط داستان یه قتل نیست، خیلی عمیق‌تره. درسته، یک کاوش تو وضعیت انسان معاصر، روبرو شدنش با مرگ، با بی‌معنایی. و جستجوی آزادی تو این دنیای بی‌تفاوت. مرسو در نهایت نه فقط برای قتل، که بیشتر برای همین متفاوت بودنش، برای بازی نکردن نقش‌های اجتماعی محکوم میشه. بله، نماد یه جور مقاومت در برابر فشار جامعه است، برای اینکه همرنگ جماعت بشی، تظاهر کنی. و این یه سوال جدی برای شما که میشنوید باقی میذاره. این صداقت خیلی رادیکال مرسو، این پذیرش پوچی، چقدر شما رو به فکر میندازه؟ تو دنیایی که مدام ازمون میخواد یه سری حسای خاص رو نشون بدیم، طبق هنجارها رفتار کنیم. آیا اصلاً جایی برای همچین صداقتی هست؟ هرچند که ممکنه سخت و ناراحت کننده باشه؟ آیا این بیگانگی میتونه یه جور رهایی بشه به نظر شما؟